یه زن موفق، یه زنی که همیشه برد میکنه تو زندگی چیه؟ هیچ وقت چشم و همچشمی نمیکنه. همیشه همسرش واسش یه دنیا ارزش داره. اگه کارگر باشه، اگه مهندس باشه، هر جوری هست قبولش میکنه. هیچ وقت به خاطر چشم و همچشمی زندگی خودشو خراب نمیکنه. اینو یادتون باشه، چشم و همچشمی خیلی بده. یه زن به زندگیش باید قانع باشه. الان شرایط هممون سخته، هممون داریم تو سختی زندگی میکنیم. یه ذره مردا رو درک کنیم. اینم واسه آقایون فیجم. آقایون چیزی نمیخوان. آقایون به قول خودشون روز نمیخوان. آقایون فقط محبت میخوان که درکشون کنی. تو زندگی اگه یه زن خوب داشته باشم به قرآن هیچی جلودارشون نیست. وقتی که از سر کار میان، وقتی که ببینن زنشون شوق میکنه، روز به روز با انرژی تر و جوانتر و خوشگلتر میشن. خدا نگهدارید.